آیین‌ها و جشن‌های زیادی از دیرباز در فرهنگ مردم گیلان ریشه دوانده است. این رسوم از افسانه‌ها، داستان‌ها، جنگ‌ها و پیروزی‌های مردم نشأت گرفته. متاسفانه بیشتر این آیین‌ها به مرور زمان از یاد رفتند و کمتر کسی حتی نامی از آنها به گوششان خورده است. جشن نوروزبل یک جشن باستانی با قدمت 1500 سال است که در استان گیلان برگزار می شود. ای سالگان دیلمی سال برارون، ای سالگان دیلمی سال خاخران، پرزمت این رسم داره گیلان، نوروز ما و نوروز سال اونینون بیشنوسیم شماره چیچگون. خوشبختانه جشن نوروزبل چندین سال است که دوباره با شور و حرارت پیشین برگزار می شود. برگزاری این جشن باستانی به صورت نمادین از سال 1385 تا به امروز در ارتفاعات دیلمان یا املش با استقبال زیادی روبرو می شود. گروم گروم نوروز با من تی سال بمون سال سو. نوروزبل در گاه شمار گیلکی به عنوان آغاز سال دیلمی ثبت شده که اقوام گیلان زمین و مردم غرب مازندران آن را جشن می گرفتند. در زبان گیلکی بل به معنای آتش و نوروزبل به معنای آتش نوروزی می باشد. از زمانهای قدیم مردم گیلان بر این اعتقاد بودند که با برپایی آتش در چنین روزی از شدت سرما و برف در فصلهای سرد کاسته می شود. در این روز هنگام غروب آتشی برمی‌افروزند و دور تا دور آتش با ساز و آواز و رقص و پایکوبی به استقبال سال نو می‌روند. سال نو در تقویم دیلمی از اواسط مرداد آغاز می شود. نکته مثبت در این واقعیت این است که مبدأ تاریخی نوروزبل و انتخاب آن به عنوان شروع سال جدید نه یک رخداد سیاسی و مذهبی که یک رخداد کاملا علمی و البته مردمی است، زیرا دلیل اصلیش راحتی مردم کشاورز و دامدار در دادن خراج و مالیات سالانه بود. مردم گیلان در این ماه محصولات کشاورزی خود را درو می کردند و آغاز سال جدید را جشن می گرفتند.